اهل علم ها شخصیت هایی هستند که ما را به خداوند آشنا کردند. اهل علم ها شخصیت هایی هستند که ما را کی بودن و چی بودن ما را برامون آشکار کردن، معین کردن. اهل علم ها شخصیت هایی هستند که خداوند در بین تمام بنده هایش برای اینها یک درجه خاصه، یک درجه عالیه، یک درجه معین پروردگار براشون در قرآن بیان کرده است. می فرمایند استعذ بالله والذین اوتوا العلم درجه. شخصیت هایی که برای اونها ما علم داده ایم، برای اونها یک درجه مخصوصه، یک مقام عالیه، یک مقام خیلی بلنده بخشیده ایم. به این خاطر ما و شما باید به قدر چنین شخصیت ها برسیم، به قدر شخصیت هایی که همیشه غمخوار ما هستند، نصیحتگر ما هستند، دلسوز جامعه هستند. بدیل یک جمله زیبای دارد، میفرمایند هر کی پا کج میگذارد خون دل ما میخوریم، شیشه ناموس عالم در بغل داریم ما. هر شخصیت از جامعه وقتی خطا میرود، یعنی پا ناجا میگذارد، اهل علم ها خون دل میخورند، چقدر غمگین و ناراحت میشوند، چون که اینها میدانند که این شخصیت راه جنت را عوض کرده است، از راه جنت، از راه امر خدا، رضای خدا، فرموده خدا بیرون شده است. و همین خاطر ما و شما باید به قدر اهل علم و علما برسیم. پیغمبر بزرگوار اهل علم ها را یک مثال زیبای میآورند، میفرمایند که العلماء سراج امتی، عالم ها چراغ امت من هستند. مولانا میفرمایند چراغ دین و ملت عالمانند و معنا عالمان شمع زمانند. چراغ دین، چراغ ملت اسلام، یعنی نور بخشنده، روشنی بخشنده، هدایت کننده در جامعه اسلامیه، این اهل علم و علما هستند. و معنا عالم ها شمع هستند که در این ظلمت و تاریکی دنیا که امروز عیناً ما دیده ساده که دنیا پر از فتنه و فساد است، یگانه اهل علم و علما هستند که برای ما نور میباشند، برای ما حقیقت آشکار میکنند، ما را از غفلت هوشیار و بیدار میکنند. و اهل علم و علما شخصیت هایی هستند که پیغمبر بزرگوار در شأن اینها میفرمایند که عالم ها العلماء ورثة الانبیاء، عالم ها این وارثان پیغمبر ها هستند، یعنی جاینشین ها، پیش برنده کار انبیا پیغمبر ها این اهل علم و علما هستند. در روایت دیگر پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم در شأن چنین شخصیت ها میفرمایند که عالم ها مثل شمع هستند که جسم و بدن خود را میسوزانند و برای جامعه روشنی میبخشند، نور میبخشند. به این خاطر من و شما برادران بزرگوار من به قدر چنین شخصیت ها برسیم، باید قدر اینها را بدانیم و احترام و حرمت اینها را به جا بیاریم، همنشینی به اینها داشته باشیم، به نزد عالمان را و نور گیری، به چاه غفلت افتاده نمیری. عزیزای خدا میفرماید که نزد یک اهل علم برای که نور قرآن، نور یعنی سنت، نور شریعت بگیری. هرچند انسان از حقیقت دور شد، از اهل علم و علما دور شد، او شخصیت تاریک شدن میگیره، در غفلت فرو رفتن میگیره، از حقیقت دور شدن میگیره. اما یک لحظه نزد اهل علم و علما آمده، انشاءالله از زبان اینها چی میشنوید؟ قال الله و قال رسول الله، گفت الله و گفت رسول الله، گفتار الله، گفتار صاحب مونه، مولا مونه، آفریدگار مونه، خالق مونه، اهل علم و علما با ما میرسانند. ای شخصیت محبوب و دوستدار و خلق کننده برای چنین گفته است، پیغمبر و تاج سر و راهنما و راهبر برای چنین گفته است. به همین خاطر باید که من و شما برادران عزیز بزرگوار من به اهل علم و علما رفت آمد داشته باشیم، اینها را دوست بداریم، نگذاریم که بعضی منافق صورتها و فاسقها در حق اهل علم و علما گفتاری بد داشته باشند. در اصل ما اگر هر چیزی که از معلومات دینی داریم خود را سنجش کنیم، از اهل علم و علما از خود کرده ایم. اهل علم و علما هستند که ما را به خدا آشنا کرده، اهل علم و علما هستند که ما را
احترام پدر و مادر برامون یعنی معین کردن که احترام پدر و مادر برای ضرور و لازم و حتمی هست. باید برای احترام و خدمت پدر و مادر اوف نگویی، خداوند برای تو معنی داشته است. اهل علم و علما هستند که برای مهر و محبتی دوستی بین برادری برای ما آشکار کردن. اهل علم و علما هست که حقوق زن و شوهر در جامعه آشکار کردن، تعلیم و تربیه فرزند در جامعه آشکار کردن. این همه محنت و خدمت اهل علم و علما است. و همین خاطر امروز الحمدلله ما در جامعه میبینیم اکثرا مسجدها پر از ملت و مردم خود ما هست. سبب چه؟ سببش خدمت این بزرگوارهای ما هست. و همین خاطر ما باید به قدر این شخصیت ها برسیم. میبینیم بعض انسان ها، بعض مردم هایی که یعنی اونها از اهل علم و علما دور هستند، یعنی از شریعت دورتر هستند، چقدر اونها حیاتشون تاریک است، حیاتشون به نور است. یک چند سال پیش من روز در مسجد نشسته بودم، شخصیتی که به نام مسلمان نام ملتشون به خاطر احترامشون نمیگیرم نزد ما داخل شد. او حضرت میخواهم که همراهی همسرم، همراهی زنم خود من نکاح کنم. او حضرت ما 16 سال شد زندگی داریم، این سال من خبردار شدم که همسرم حامله دار شده است، به خاطر که اون کودکی که در رحمش هست از زنا تولد نشه و همین خاطر خواستم که نکاحش کنم. ببین برادران بزرگوار من، شخصیت هایی که از اهل علم و علما دور هستند، ببین فکر میکنه که تا همون لحظه که زنش حامله دار نشود برای اون نکاح شرط و لازم ضروری است. و همین خاطر الحمدلله ما از روز ابتدایی که در بستر و بالین عروسی داخل میشویم همراهی همسرهامون با نکاح اسلامی و حلال الحمدلله رب العالمین داخل میشویم. این همش خدمت اهل علم و علمای من و شما هستند. و قدر این بزرگوارها برسیم. برادران بزرگوار من، یک روایت را انشاءالله کوتاه برای شما معنا میکنم. امام ترمذی از حضرت عبدالله ابن سلام یک روایت دارد که این در سنن ترمذی آورده است. میفرمایند که وقتی پیغمبر بزرگوار ما رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از مکه مکرمه هجرت کرد و به مدینه منوره رفت. در اصل پیغمبر بزرگوار برای من و شما یک الگو هست، یک اسوه هست، یک عبرتگاه هست، یک مقتدا هست. ما در همه حالت باید خود را با پیغمبر بزرگوار مانند کنیم. الله رب العالمین برای ما در قرآن امر کرده است، دستور داده است که لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. برای شما ای امت اسلام در رسول الله، یعنی در محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم یک عبرتگاه خوبی هست. باید خود را با او مانند کنید در طرز عبادت، در زندگی، در معامله، در مناسبت، در داد و گریفت، در همه صورت و حالت انسان باید محمد گونه باشه. شاخه از شاخزار مصطفی، گلش از باغ و بهار مصطفی. از بهارش رنگ بو باید گرفت، بهره از خلق او باید گرفت. باید ما رنگ و نمودی محمدی داشته باشیم، نه اینکه رنگ و نمودی غیری ها. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم وقتی که داخل شدن در مدینه منوره بعد از هجرتشون، حضرت عبدالله ابن سلام میفرمایند که تمام مردم با پیشواز پیغمبر بزرگوار بیرون شدند. تمام مردم پیشواز پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم برآمدند. حضرت میفرمایند که ما هم از خانه بیرون شدیم. اون شب و روز حضرت عبدالله ابن سلام میگه من ایمان نآورده بودم، ایمان نداشتم، به خاطر که این محمده که این قدر مردم شیفته و شیدا و محبوب خود گردانده است، آیا چی نوع است، چی رنگ است، چی سر و صورت داره؟ به خاطر دیدار پیغمبر بزرگوار میگه ما هم بیرون شدیم. وقتی آمده میگه شخصیت پیغمبر بزرگوار وقتی ابتدایی که من دیدم از چهرش نمایان بود که این شخصیت دروغگو نیست، فریبگر نیست، خیانتکار نیست. در اصل پیغمبر بزرگوار ما را پیش از بعثت هم چقدر یعنی وصفهای زیبا میکردن. میگفتن محمدی امین، امانت نگهدار، ناخیانتکار، محمدی صادق، راستگو، نادروغگو، محمدی طاهر، پاکیزه، حکیم، رحیم. چقدر وصفهای زیبا پیغمبر بزرگوار ما را میکردن. میگه این شخصیت وقتی من دیدم
از چهرش نمایان و معین بود که این شخصیت دروغگو نیست، شخصیت فریبگر نیست، دعوای پیغمبریش دروغ نیست. وقتی بگه این شخصیت دیدم، یعنی اهل مدینه مسلمان و غیر مسلمان همه جمع زده بودن، به خاطر احترام غیر مسلمان ها جناب پیغمبر نگفتن که یا ایها الذین آمنوا یا ایها المسلمون، نگفتن. پیغمبر بزرگوار چی گفتن؟ ایها الناس، گفتن ای مردم، یعنی در مردم همه داخل میشن، مسلمان و غیر مسلمان. ای مردم گفتن افشوا السلام و اطعموا الطعام و صلوا الارحام و صلوا باللیل و الناس نیام تدخل الجنة بالسلام. پیغمبر بزرگوار 4 چیز برای اون مردم میگه توصیه کردن، نصیحت کردن. اکنون برادران بزرگوار منم باشون کنار این 4 چیز صحبت میکنم، تا اینکه امروز میبینیم که متاسفانه در جامعه ما هم کمبودی ها زیاد هستند. به خاطر اصلاح ما باید این حدیث پیغمبر بزرگوار همچون یک داروی برای تداوت دردهای عقیدوی و اعتقادی خود قبول داشته باشیم و استفاده ببریم. یکمین چیزی که پیغمبر بزرگوار توصیه کردن، گفتن افشوا السلام، تن در بین خودتون سلام افشا کنه، آشکار کنه، همدیگر را دیده بگه السلام علیکم. برادران بزرگوار من، سلام چی هست؟ وقتی ما این یک شعار اسلام از همدیگر را دیدیم بگیم السلام علیکم. پیغمبر بزرگوار میفرمایند که سلام اسم من اسامی الله، یک نام از نامهای الله است. یک نام از نامهای الله چی است؟ یعنی السلام. نام پروردگار یک نامش سلام است. وقتی همدیگر ما دیدیم گفتیم السلام علیکم، با این معنا میگیم که ای برادر عزیز، بندگی الله سلام برات نصیب باد. هر شخصیتی که بنده الله سلام شد در دنیا و آخرت سلامت میماند، خار و ذلیل و بدبخت و رسوا نمیشه. یعنی یکمین چیزی که ما برای دوستمون میخواهیم باید سلام باشه، السلام علیکم. و السلام اسم من اسماء الله، یک نام از نامهای الله و نام از نامهای جنت هم سلام است که الله رب العالمین در قرآن میفرماید که والله یدعو الی دار السلام. الله رب العالمین میگه من شما را دعوت میکنم، میخوانم، فریاد میکنم به سوی شهر سلامتی که جنت است، که همیشه دیگر سلامت میمانه. وقتی هم دیگر گفتیم السلام علیکم، و این معنا میگیم برادر بزرگوار، داخل شدن جنت سلام برات نصیب باد، تا اهل جنت باشی، خداوند تو را جنتی بگردانه. چی دعای زیبایی هست. و سلام این جمله هست که رب العالمین وقتی اهل جنت وصف میکنه که خداوند دستور میده ملائکه ها را برای جمع کردن به سوی جنت بردن. اهل جنت وقتی به سوی جنت میرفتن، خداوند ملائکه ها را امر میکرده است از جنت به پیشواز اهل جنت میبرآمدند، از دو جانب راه پیشواز میگرفتند و به سوی شما بزرگوارها اهل جنت میگفتند سلام علیکم طیبتم فادخلوها خالدین. میگفتند سلامتی برای شما نصیب باد، شما در دنیا پاکیزه بوده، امروز در جنت داخل شوه که همیشه دائمی دیگر در عیش اشرف جنت هست. یعنی سلام جمله هست که اهل جنت و ملائکه با سلام پیشواز میگیرن. و سلام جمله هست که وقتی الله رب العالمین در شب معراج و سوی پروردگار یعنی بالا شد، یکمین جمله که پیغمبر بزرگوار و پروردگار صحبت کرد و خداوند در حق پیغمبر و حبیب بزرگوارش گفتن، پیغمبر بزرگوار گفتن التحیات لله و الصلوات و الطیبات. تحیه یعنی عبادت زبانی، صلوات عبادت بدنی، طیبات عبادت مالی. پیغمبر بزرگوار گفتن ای الله، هر چیزی به زبانم میگویم، هر حرکت عملی که به بدنم میکنم، هر چیزی که از دارندگیم صرف میکنم، ای الله همه برای تو است، من برای تو میکنم. اما رب العالمین چه جواب گفتن؟ السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. گفتن سلام من برای تو باد ای دوستی من، و رحمت ها و برکت های من برای تو باد. یعنی سلام جمله هست که الله رب العالمین برای حبیبش در شب معراج گفتن. و پیغمبر بزرگوار جواب گردوندند السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. گفتن یا رسول، گفتن ای پروردگار سلام برای ما پیغمبرها و برای تمام بنده های صالح. و سلام جمله هست که اهل جنت
همیشه وقت دعایش عشرت جنت مشغول هستند، از جانب الله رب العالمین سلام میشنوند، سلام قولا من رب رحیم. برادران بزرگواری من، پیغمبر بزرگوار برای ما دستور دادند، گفتن شما سلام بگوی شخصیتی را که میشناسی نمیشناسی. یعنی برای ما امر کردن، تحقیق کردن که برای برادر مسلمان سلامتی را هم در دنیا هم در آخرت بخواه. متاسفانه امروز ما میشنویم که مسلمان با مسلمان یعنی دشمن شده است، زید شده است، در قصد خون و در حق همدیگر چقدر خیانت ها و بدی ها میکنند. اینها در شریعت حرام هستند. قهری بودن، پیغمبر بزرگوار در یک روایت میفرمایند که برای شخصیت مسلمان حلال نیست، درست نیست که از 3 روز زیاد به یک برادرش قهری ایستد. هر انسانی که از 3 روز زیاد به یک برادرش قهری ایستاد و وفات کرد، پیغمبر بزرگوار گفتند این شخصیت داخلی دوزخ می شود، یعنی دوزخی میگردد. حتی در روایت دیگر گفتند هر انسانی که به یک برادر مسلمانش جنجال کرد، خفگی کرد، او را آزار داد و از دنیا گذشت، یعنی همدیگر را نبخشیده از دنیا گذشت، این شخصیت مثل این است گویا خون او را ریزانده است، مثل این است که گویا شخصیت کشته است. چنین گناه های بزرگ دارن برادران عزیز بزرگواری من. از زمان پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم حکایت میکنن اهل اصحاب چقدر بین خود رحیم و مهربان بودن. حیات اونها هم برای ما مسلمان ها باید درس باشه برادران بزرگواری من. حضرت ابوذر همراهی حضرت بلال رفیق بودن، دوست بودن، به لهجه زمانوی بگیم جوره بودن، چقدر به هم دیگر مناسبت خوبی داشتن. رب العالمین وقتی در قرآن اهل اصحاب وصف میکنن میفرمایند که استعیذ بالله محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. این محمد رسول الله است، شخصیت هایی که همراهش هستند یعنی اصحاب بزرگوار، اینها چقدر سختگیر به کفار هستند و بین خود چقدر رحیم و دوست و مهربان هستند. روز از روزها حضرت ابوذر همراهی حضرت بلال شوخی کردن، هزل کردن. حضرت ابوذر میگن ناگاه به سوی حضرت بلال گفتن که یا ابن السودا، گفتن ای بچه‌ک سیاه، این مردم ما هم عادت است شخصیت سبزی نباشد مردم میگن که سیاه، فلانی سیاه، نامشو میگن سیاهش میگن، یعنی چهره پوستی سیاه داره. حضرت بلال همه میدونن که سیاه بود، سیاه پوست بود. حضرت ابوذر گفتن یا ابن السودا، گفتن ای بچه سیاه، ای بچه‌ک سیاه. حضرت بلال تعجبش زد. یکم باری هست که از زبان دوستش سخنی تحقیرآمیز و سخنی آزاردهنده میشنود. در حال میگه گشت گفت برادر چی گفتی؟ چی گفتی؟ که یک بار دیگر تکرار کن. حضرت بلال میگه خندش گرفت، از زبان دوستش تحقیر شنیده شده، سیاهش میگه. پرسید گفت برادر یک بار دیگر بگو من چی گفتی؟ میگه حضرت ابوذر رنگ رو چهرش سرخ شد، چقدر حیا کرد، شرم کرد و سرش خم شد، از سر و بدنش میگه عرق حیا میره. حضرت بلال زاره میکرد برادر میگه یک بار دیگر هم جمله گفتار رو تکرار کن، من چی گفتی؟ سیاه هم گفتی؟ اما میگه دوباره ابوذر تکرار کرده نتوانست. این سخن در پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم رسید. شخصیت خبر کرد گویا رسول الله حضرت ابوذر حضرت بلال تحقیر کرد، به احترامی کرد، سیاهش گفت. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم میگه در حال خطبه تشکیل کرد، مردم جمع کرد و برای در نزد مردم برای عبرت دیگرها پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم حضرت ابوذر کاهش کرد. و ای ابوذر در صورت و حالتی که من زنده هستم دوباره شما رفتار و کردار زمان جاهلیت سر کرده، با همدیگر را تحقیر کردن، بد گفتن، با همدیگر دشمنی کردن. میگه چقدر پیغمبر بزرگوار در نزد جمعیت حضرت ابوذر را نصیحت میکرد، کاهش میکرد، سرزنش میکرد. حضرت ابوذر میگه سرش خم بود، گریه میکرد، سخنی نمیگفت. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم خطبه‌اش به پایان رسانید. حضرت ابوذر از جاش خیست نزد حضرت بلال آمد و ای بلال گفت تو را به خدا قسمش داد و ای بلال تو را به خدا قسم گفت به همون پایهایی که در بالای خاکها قدم میزنی به همون پاها سخت گفت من در زمین خود با پشت می اندازم، سخت گفت در روی من شته بزن، پا قطی بزن
تا اینکه برای من و برای دیگرها درس شود که نسبت به همدیگر به احترامی نداشته باشند. حضرت ابوذر میگه در زمین خود را به پشت انداخت، به پشت زد، خواب رفت. حضرت بلال میگه آمد خم شد، حضرت ابوذر در آغوش گرفت و کسا زار زار میگریستند. حضرت بلال گفت قسم به عظمت و جلال الله، شخصیتی که یک بار الله سجده کرده است هرگز من در چهره او در روی او شتر نمیزنم. یعنی این یک درسی بود برای جامعه، برای من و شما هم باشه. برادران بزرگوار من، حرکت کنیم به هم دیگر مهر و محبت و دوستی داشته باشه. متاسفانه ما امروز میشنویم که در جامعه یعنی قبیله گرایی پیدا شده است، به هم دیگر دشمن هستند، به هم دیگر ضد هستند. در هر جامعه که دو برادر یا دو رفیق یا اینکه دو گروه جدا شد و به هم دیگر ضد شدن، دشمن شدن، این را عمیق بدانند که شیطان غلبه کرده است. برادران عزیز، شیطان پیروز شده است، شیطان خرسند شده است و الله رب العالمین یعنی خجالتمند و ناراحت و غمگین شده است. پیغمبر بزرگوار برای ما تحقیق کرده که بین خودتون سلام افشا کنه، یعنی به هم دیگر سلامتی را بخواهید. افشوا السلام و اطعموا الطعام. دومین چیز پیغمبر بزرگوار برای ما دستور دادن برادران بزرگوار من، طعام است، هم دیگر طعام ده. طعام دادن خیلی ثواب زیاده داره. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم میفرمایند که هر قطره آبی که در طعام است، هر دانه که در طعام است، خداوند به اندازه همون عددهای همون در نامه اعمال طعام دهنده حسنه و ثواب نوشته میکنه. به اندازه اونها گناه انسان نابود میکنه. و همین خاطر انسان‌هایی که دارنده هستند شخصیت‌های محتاج، شخصیت‌های نادار طعام دهند. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم حدیث قدسی است از زبان الله رب العالمین روایت میکنه، میفرماید که در روز قیامت خداوند انسان‌های دارنده را مؤاخذه میکرده، سختگیری میکرده. رب العالمین میگه بیمار بودم خبرگیری نآمدی. این بنده میگه یا رب العالمین، تو رب العالمین هستی، من چی نوع خبرگیری میرفتم؟ الله رب العالمین میگه فهمیدی که فلانی بندم بیمار از خبرگیریش نرفتی، اگر او را خبرگیری میرفتی من در نزد او بودم. الله رب العالمین میگه گرسنه بودم طعام ندادی. شخصی میگه رب العالمین، تو رب العالمین هستی، من چی نوع طعام دادم؟ رب العالمین میگه که فلانی بندم گرسنه بود طعامش ندادی، اگر اون طعام میدادی این لحظه اجر و پاداش و مزد برای تو میگرداندم. رب العالمین میگه تشنه بودم آبم ندادی. انسان میگه ای رب العالمین، تو رب العالمین هستی، من چی نوع آب میدادم؟ میگه فهمیدی که فلان بندم تشنه هست آبش ندادی، اگر رو آب میدادی این لحظه من اجر و پاداش میدادم. یعنی برادران بزرگوار من، شخصیت هایی که شرایط دارنده هسته، انسان هایی که امروز کار نمیکنن، قرضدار هستن، محتاج هستن، بزانو زدن، اونها را دستگیری کنه، برای اونها طعام ده، خیلی فضیلت و ثواب زیاده داره. و دیگرش جناب پیغمبر بزرگوار ما گفتن که وسیل الارحام، صله رحم داشته باشه، و هم دیگر چقدر مهربان و شفیق و دوست و محبوب باشه. وقتی دو شخصیت مسلمان همدیگر را دوست می‌دارند، الله رب العالمین چقدر در وجه می آمده است و به سوی اینها خطاب می‌کرده که ای شخصیت ها، هر دی شما را من دوست می‌دارم. و جبت محبتی للمتحابین فیها. الله رب العالمین در حدیث قدسی فرموده که دو شخصیت به خاطر من همدیگر را دوست بدارند، هر دی اینها را من دوست می‌دارم. و این خاطر برادران بزرگوار ما حرکت داشته باشیم، صله رحم یعنی مهربانی، دوستی، خویشاوندی داشته باشیم، همدیگر را از هم یعنی خود را از همدیگر جدا نکنیم و سبب از روی فتنه دنیا، مال دنیا، کار دنیا شده و همدیگر دشمنی نداشته باشیم. پیغمبر بزرگوار ما را تحقیق کردن صله رحم داشته باشیم. و آخرش وصلوا باللیل و الناس نیام، نماز شب بخوانه. برادران بزرگوار من، از همه محبوب ترین و دوست داشته ترین عبادت ها بعد از نماز فرض این نماز شب است. نماز شب در درگاه خداوند چنان محبوب است که الله رب العالمین برای پیغمبر بزرگوارش در قرآن امر کرد که استعیذ بالله و من اللیل فتهجد به نافلة لک. ای محمد صلی الله علیه وسلم، شبها بخیز نماز تهجد بخوان. شبخیز که عاشقان به شب راز کنند، گردی در بام تو دوست پرواز کنند. هر جا که در بود به شب در بندند، الا در دوست را که شب باز کنند. وقتی شب شود، حدیث جناب پیغمبر است، الله رب العالمین نزول رحمت بکرده به آسمان دنیا را.
و فریاد میکرده میگفته یگان دعا کننده هست دعاش قبول کنم، یگان پرسنده است که از من چیزی بپرسه براش خواهش بدهم، یگان توبه کننده هست که توبهش قبول کنم. یعنی الله رب العالمین از ما بنده هاش تا سه یک آخر شب فریاد میکرده که آیا حاجت داری؟ بخیر به سوی من فریاد کن تا اینکه به داد و فریادی تو برسان. و این خاطر نماز شب از همه دوست داشته ترین عبادت ها بعد از نماز فرض. حضرت جنید بغدادی رحمت الله علیه یکی از عزیزهای خدا هست، میگه حضرت وقتی وفات کرد بندگی کرد، بعد از وفاتش چند لحظه پس میگه یک شاگردش در خواب دید، در خواب حضرت دید، از حضرت پرسید و حضرت برای من بگو که از همه عملی که بعد از مردن برای انسان زیادتر دستگیری میکنه کدام عمل هست؟ میگه حضرت جنید یک آهی سر کشید و سوی شاگردش گفت فرزندم، گفت یگان عملم به اندازه 2 رکعت نماز شب برای من دستگیری نکرد. یعنی به همین خاطر ما و شما هم باشیم برادران بزرگوار من حرکت کنیم، نماز شب داشته باشیم. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم در آخر گفتن که هر انسانی که این 4 خصلت داشته باشه در روز قیامت از در سلام، از باب و سلام خداوند او را داخل جنت میگرداند. و این خاطر بسیار خواهش میکنم برادران بزرگوار من، همه ما و شما در اینجا مسافر هستیم، مهاجر هستیم، نه تنها در این شهر بلکه در دنیا ما غریب هستیم. در این دنیا وقت و فرصت ما خیلی اندک و کم است. لحظه اندکی دنیا ارزش نداره که به همدیگر بدبینی داشته باشیم، به همدیگر دشمنی داشته باشیم، در حق همدیگر خیانت کنیم. متاسفانه امروز در جامعه مسلمان ها دروغ گفتن، خیانت کردن، یعنی تهمت کردن، طعنه زدن، دیگر نوع بدی هایی که والله قسم در شریعت حرام هستند چقدر زیاد